أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسان باد که به ایشان یاری دادند. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله که همتای ندارد و شهادت می‌دهم که محمد بنده و رسول اوست. ای الله، سینه‌ام را گشا، کارم را برایم آسان بگردان و گره را از زبانم گشاده گردان تا سخنم فهما شود. امروز ما معنای کلمه نوی بی پایانی اتخذ را بررسی میکنیم که مضمونش انتخاب نما، بگردان است. این کلمه را ما در کتاب الله متعال پیدا میکنیم که در آن فرموده است: پروردگار مشرق و مغرب، جز او خدای نیست، پس او را پرستار خود انتخاب نما. این کلام با صیغه امر بیان شده است، یعنی فرمان است و آن را افاده میکند که تو باید الله را پرستار خود انتخاب نموده به کسی جز او تکیه ننمایی. ابن کثیر در بابت این آیت میگوید: الله خواجه مغرب و مشرق می باشد. او ذات است که بغیرش خدای موجود نیست. چنان که تو تنها به او عبادت میکنی، همچنان تو باید تنها به او توکل کنی. از این رو او را پرستار خود انتخاب کن، چنان که الله تعالی گفته است: پس به او عبادت نما و توکل بر او کن. و در آیت دیگر گفته است: تنها به تو عبادت میکنیم و تنها از تو یاری میجوییم. همین طور اگر تو الله را پرستار خود انتخاب نموده باشی، برایت این بسنده است. برایت جایز نیست که غیر از او دیگری را پرستار بگردانی. در قرآن کریم ممنوعیت چنین کار آشکارا بیان شده است، چون الله گفته است: ای کسانی که ایمان آورده اید، اهل کتاب را که دین شما را به مسخره و بازی میگیرند و نیز کافران را دوست انتخاب نکنید و اگر ایمان آورده اید از الله بترسید. الله سبحانه و تعالی چیزی را که آنها مخفی می‌دارند به ما آشکار ساخت. الله متعال نسبت آدمان نیست که اسلام را بازی قرار دادند چنین گفت: با زبان خشنودتان می‌سازند و در دل سر می‌پیچند و اکثرشان عصیانگرانند. این آگاهی الله ما را مجبور می‌سازد که او را همچون پرستار خود انتخاب کنیم و همچون پرستار انتخاب کردن هر کسی دیگری را جز او رد نماییم. معنای کلمه پرستار یعنی وکیل، صداقت پوره را افاده می‌کند، یعنی به کسی دیگر جز او حتی قسما صداقت داشتن ناجایز است. آیه آیت بالایی: اهل کتاب را که دین شما را به مسخره و بازی میگیرند و نیز کافران را دوست انتخاب نکنید. ابن عباس گفته است: رفعی ابن زید ابن تبود و سوید ابن خریک ظاهرا اسلام را قبول نموده، سپس نفاق خود را آشکار ساختند. مسلمانان با آنها دوستی نمودن را ادامه دادند و الله این آیت را نازل کرد. به آن اعتبار دهید که آیت در خصوص منع صداقت به دو نفر نازل شده است. پس درباره آنهایی که به رژیم‌های دولتی صداقت اظهار می‌کنند چی گفتن ممکن است؟ و حالان که این رژیم‌ها با دشمنان اسلام دوستی می‌ورزند، دشمنانمان را بر ما مسلط ساخته، آنها را برایمان استانسیای سیاسی که گویا باید به آن مراجعت کنیم قرار دادند. صداقت به چنین رژیم‌های دولتی تماماً منع است. آیا شما نمی‌بینید که چگونه دشمنان کافر شب و روز دین ما را به مسخره می‌کشند؟ آیا نمی‌بینید که آنها تحت شعار مبارزه با تروریسم با ما جنگیده در اصل جنگ با اسلام را در نظر دارند؟ بنابراین به چنین رژیم‌های دولتی اظهار صداقت ممنوع است. علل خصوص چنین صداقت به درجه شرک رفته می‌رسد. اعوذ بالله. آخرین چیزی که در مورد معنای کلمه اتخذ می‌خواهم بگویم، این ممنوع بودن واگذاشتن قرآن است، چون این مصیبت میباشد. وای بر حال کسی که آن را وامیگذارند. رسول الله صلی الله علیه و سلم روز قیامت درباره آنها سخنان را گویند که در قرآن آمدند. پیغمبر گفت: پروردگارا، هر آینه قومم این قرآن را واگذاشت، چی شرمندگی است! واگذاشتن قرآن چی شرمندگی است! این کار روز قیامت چنان شرمندگی خواهد بود. آن الکی در این دنیا شرمندگی است و در آن دنیا شرمندگی بزرگتر خواهد شد. ما باید قرآن را زنده سازیم، موافق آن عمل کنیم، نه اینکه آن را واگذاریم. ما آن را چنان که زنده نازل شده بود باید قبول نماییم. آن را و شعارهایش را بزرگ داشته احکامش را تطبیق کنیم. آن را خوانده طبق آن
عمل نماییم. قرآن باید دائما میان ما مثل بهار احیا شونده باشد، چنانکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعای خود گفتند: ای الله، قرآن را بهار قلب‌هایمان بگردان. همین طور ما نباید کسی را جز الله پرستار خود انتخاب کنیم، نباید به جای مؤمنان کافران را دوست انتخاب نماییم و نباید قرآن را واگذاریم. و ما لازم است از کسان دست کشیم که دین ما را همچون بازی و دلخوشی قبول کردند، زیرا آنها کافر بوده به ما دوست بوده نمیتوانند. من از الله سبحانه و تعالی میپرسم که به ما یاری دهد تا او را پرستار انتخاب نموده قرآن را بهار همیشه سبز خود گردانیم و شریعت الله را در زمین او میان بندگان او تطبیق کنیم. من به الله برای خود و شما استغفار میگویم. السلام علیکم. في عباد الله أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.